ما و شما این لحظه تماشا میکنید شبکه ما را. الحمدلله زنده هستیم، حیات هستیم و الله تعالی برای ما باز نصیب گرداند که توانیم این ماه شریف رمضان را نیز روزه گیریم و شبهایش را زنده داریم و دعا و عبادت کنیم. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، مخلصان برنامه های ما، در مهمانی برنامه امروزه ما برادر ما سهراب عادلیان هستند، ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف. شما را خوش آمدید میگم. داملا، امروز برنامه ما چنانه که ما پیشتر گفته گذاشتیم درباره زکات است. یکی از موضوعهایی که همیشگی ما یادرس میشویم و علاوه خصوص در ماه شریف رمضان و سال گذشته هم ما در این موضوع یک برنامه با شما داشتیم و درباره همین زکات برای ما معلومات میگفتید. داملا، خودش همین زکات گفته چی را در نظر دارند و چیست زکات با عباره آسان فهم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. زکات یکی از رکنهای دین مقدس اسلام است. یکی از پایه و اساسهای دین مقدس اسلام است و همسایه نماز در قرآن کریم است. در 82 موضع الله تعالی زکات را همسایه نماز ذکر کرده است. نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید گفته. این دلالت به اهمیت زکات میکند. زکات در لغت عرب به معنای سبزیش، برای آنکه مال زکات دهنده می سبزد، و یک معنای دیگرش به معنای پاک کردن. هم مال را از افلاسی پاک میکند، هم صاحبش را از گناه پاک میکند و اینچنین مال او را می سبزاند و صاحبش هم می سبزد، به معنای موفق می شود. از همین کلمه ها گرفته شده است در لغت عرب و در اصطلاح شریعت برآوردن مال مخصوص از شخص مخصوص در زمان مخصوص به شخصان مخصوص که موضوع شرح این دیگر کتاب ها هست. ما در این باره وسیع صحبت های داریم. داملا، زکات را به کی میدهیم؟ یعنی به کی باید زکات را انسان دهد؟ تقسیمات زکات را الله سبحانه و تعالی بر ذمه پیغمبر یا بر ذمه فرشته یا بر ذمه علما حواله نکرد. تقسیمات زکات را الله سبحانه و تعالی از بالای 7 قبض آسمان خود به عهده گرفت که این دلالت به مهم بودن این شخصیت ها میکند که الله سبحانه و تعالی چخیلی که در یک حدیث آمده است در سنن ابو داود که سندش مقال دارد ولی معنایش درست است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی لم یرض بحکم نبی ولا غیره. الله تعالی راضی نشد به حکم پیغمبر و نه به حکم غیر پیغمبر در مسئله صدقات، یعنی فی الصدقات، حتی حکم فیها هو، حتی الله تعالی خود حکم کرد. فجزأها 8 اجزاء، یعنی این شخصیت هایی که سزاوار گرفتن زکات هستند اینها را به 8 قسم تقسیم کرد. یعنی الله سبحانه و تعالی مثلا اگر زکات گوسفند یا زکات طلا یا نقره اینها را اگر گیرید، الله تعالی در قرآن تقسیمات نکرد. نگفت که مثلا گوسفند شما به 40 عدد رسد شما یک گوسفند میدهید، نگفت، بلکه حواله به پیغمبر کرد. و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیغمبر آورد گیرید. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت پیغمبر کرده است در حقیقت اطاعت الله کرده است. یعنی حواله به سنت کرد. یعنی گاو چقدر گاو داشته باشید زکات میدهید، در قرآن به تفصیل بیان نامده است. در قرآن مجمل الله تعالی ما را امری به ادای زکات کرد. لیکن این
تفصیلاتش را حواله به پیغمبر کرد. یا چه خیلی که در دیگر جایهای قرآن کریم الله تعالی میگوید که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید اهل علم را بپرسید. در بسیار مسئله ها الله سبحانه و تعالی در قرآن عام سخن کرده است، ولی فهمی نه همه به آن میرسد. مثلا مثال عادی برای همین مسئله، سیب آیا حلال است یا حرام؟ یک عامی را میپرسیم، عامی قرآن میدهیم در دستش، خوانده میبراید که کلمه سیب در قرآن نمییابد. میگوید که من نفهمیدم که در قرآن سیب الله تعالی نه حرام گفته است نه حلال. بنابراین الله تعالی فاسالوا اهل الذکر، شما وقتی که نمیدانید اهل علم را بپرسید. اهل علم میداند. همین آیت هست درباره قرآن، درباره سیب مثلا در قرآن کریم هست. در سوره بقره الله تعالی میگوید که هر چیزی که ما از زمین برای شما سبزانیدیم برای شما حلال کردیم، بر فایده شما است گفت. سیب هم از جمله همین ها هست. فهمیدید؟ یعنی این را الله تعالی نامش را نگرفت، لیکن مثلا انگور، خرما، انجیر، زیتون، این میوه ها را نامش را گرفت الله تعالی. هر چیزی که مثلا با آمد گپ، هر چیزی که، هر میوه‌ای که، هر طعامی که الله تعالی نامش گرفت است در قرآن، این دلالت می‌کند که اونا فایده های زیاد داره از آن میوه یا طعام هایی که حلال است و الله تعالی نامش نگرفته است. مثلا زن فرعون در قرآن ذکر شده است، یا حضرت عایشه درباره حضرت عایشه 13 آیت یا 18 آیت است، لیکن نام عایشه در قرآن نیست. یگانه نام زنی که در قرآن ذکر شده حضرت مریم است. همین گونه الله تعالی به زکات امر کرد، لیکن به تفصیلاتش ما رو حواله به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد. اما در مسئله تقسیمات زکات نه، الله سبحانه و تعالی خود از بالای 7 قبض آسمان تقسیم کرد که زکات را به این به آن به آنها دهید گفت. و این دلالت به مهم بودن این مسئله میکند که الله تعالی بر عهده خود گرفت و به کسی حواله نکرد، تا اینکه کسی بله 8 گروه آدم ها الله سبحانه و تعالی در سوره توبه گفت که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در یک آیت الله تعالی این 8 گروه را بیان کرد. انما الصدقات، البته صدقه ها مراد زکات است. صدقه های نافله اجازت است. بسیار سوال می شود که به کافر صدقه داده می شود، به مثلا شخصی نصرانی یا یهود یا بت پرست صدقه داده می شود. گفته مردم می پرسند صدقه عام، صدقه نافله اجازت است، اما مسئله افضل و مسلمان دی هم یا به کافر دی هم این دیگر مسئله است، کدامش افضل یا در کدام حالت به کی دادن افضل، این دیگر مسئله. لیکن اینجا وقتی که الله تعالی انما الصدقات، البته صدقه ها گفت مراد زکات است، صدقه های فرضی. انما الصدقات للفقراء، این انما در لغت عرب اسلوب حصر و قصر، یعنی غیر این 8 گروه آدم ها به یگان کس داده نمیشد، فقط و فقط به همین ها داده میشد زکات را. داده نمیشه. چه خیلی که حالا اگر ما این 8 گروه رو بیان میکنیم، 8 صفت هایی که در کسی یافت شود زکات میگیرد، بعد از این اگر فرصت شود بیان میکنیم آن آدمایی که اگرچه همین 8 صفت در آنها دیده شود آنها با زکات نمیگیرند. برای چی؟ برای آنکه آنها رو در دیگر جا شریعت منع کرده است از گرفتن زکات. فهمو؟ انما صدقات للفقراء، البته زکات فقط برای فقرا گفت. فقرا جمع کلمه فقیر، یعنی از این 8 گروه اولین اینها فقیر است. وقتی که الله تعالی فقیر را به پیش گرفت، این دلالت میکند که از همه محتاجترین این 8 نفر 8 گروه فقرا هستند. فقرا جمع کلمه فقیر. فقیر آن شخصی که چیزی ندارد. در لغت عرب قفر گفته یک چقوری که در زمین کافته شده است و هیچی ندارد، همان را
حفر میگن، یعنی فقر. فقیر شخصی که چیزی ندارد یا اینکه چیزی دارد و به نصف حاجتش میرسد. مثال عادی، یک انسان صاحب عائله هست، 5 فرزند دارد مثلا، و در یک ماه معتدل اگر صرف و خراجات کند 2000 سامان برای او لازم است، لیکن درآمد او 800 سامان است یا 500 سامان است یا 200 سامان است، یا درآمد ندارد. مثلا مانند یک مثلا پیرمردی که فرزند ندارد، یک پیرزن دارد مثلا عائله‌اش، دیگه نه فرزند دارد نه یگان کس دارد که به اینها نفقه کنند، یگان جای درآمد ندارد، فقیر، چیزی ندارند. اینها فقیر هستند. در یک ماه به 2 نفر مثلا 500 سامان صرف و خراجات دارند لیکن درآمد ندارند، اینو فقیر هستند. تا همون زمانه فقیر حساب می شود که درآمد و برآمدش نصف باشد. مثلا برآمدش یعنی صرف و خراجاتش 2000 سامان، درآمدش 1000 سامان، این فقیر است. اگر 1001 سامان که شد درآمدش و خراجاتش که 2000 سامان شد، از نصف که گذشت الکی به مرتبه مسکین میبراید. مسکین از فقیر دیده داراتر. بنابراین الله سبحانه و تعالی که و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اما این کشتی باشد از آن مسکین ها بود، گفت در سوره کهف. این کشتی از آن مسکین ها گفت. این دلالت میکند که مسکین کشتی داشته است، ماشین دارد، مثلا بعضی مال و حال دارد، ولی درآمد او با صرف و خراجاتش موافقت نمی کند. درآمدش مثلا 1600 سامان، برآمدش 2000 سامان، یعنی که 400 سامان در یک ماه برای او نمی رسد. ما و شما در باره به 8 گروه تقسیم شدنی آنهایی که به صاحب زکات هستند، یعنی که به آنها باید زکات سپاریده شود صحبت داشتیم و یکی اولش را ناملا برای شما نقل کردند و انشاءالله باز دوام میدیم. ناملا ما صحبت را میتوانیم این لحظه دوام دهیم. بله، الله سبحانه و تعالی مصارف زکات را به 8 گروه تقسیم کرده، گفت که انما الصدقات للفقراء والمساکین. البته زکات فقط برای فقیرها هست و برای مسکین ها هست. گفتیم که فقیر آن کسی که یعنی از نصف کفایتش کمتر درآمد دارد یا اینکه عموما درآمد ندارد و صرف و خراجات دارد. مسکین آن آدمی که درآمدش از برآمدش کمتر است لیکن از نصف زیاد است. مثلا اگر 2000 سامان صرف و خراجات داشته باشد و 1010 سامان یا 1100 سامان یا 1500 سامان حتی 1900 سامان درآمد داشته باشدم، این مسکین است. ما به فقیر و مسکین چگونه زکات میدیم؟ مثلا یک فقیر دیدیم که یک فقیر هست، موی سفید هست، 1 نفر زندگی دارد. میپرسیم که در یک ماه چقدر صرف و خراجات دارید؟ میگوید 500 سامان برای من کفایه هست. خب برای این از همه زکات زیاد و 12 ماهش داده میشه، یعنی 6000 سامان زکات داده میشه تا اینکه 1 سال آینده در زندگی تنقیصی نکشد. یا یک مسکین دیدیم که 2000 سامان برآمد دارد و 1100 سامان درآمد دارد، مثلا 900 سامان هر ماه برای او نمیرسد، قرضدار میشد. خب در 1 سال در 10 ماه 9000 سامان و 1800 دیگر، یعنی 10800 سامان در 1 سال برای این نمیرسه. از همه زیادش همین قدر زکات داده میشه و این دلالت میکند که برای چی فقط 1 سال زکات میدیم، یعنی به 1 سال آینده کفایتی کننده. برای آنکه سال آینده یا اینکه این شخص زکات دهنده میشد، از الله میپرسیم که اون مسلمان ها رو به حاجت گرداند، یا اینکه مثلا وفات میکند، یا اینکه اگر در همین حالتش بماند ما از زکات سال آینده داده میشد. برای همین فقط تا 1 سال آینده در زندگیش برای عذاب نکشیدنش از زکات داده میشد. برای فقیر، برای مسکین
به قدری هر یک فقیری مثلا فقیری که در تاجیکستان زندگی میکند خانه دارد، مثلا از پدرش میراث ماندگی است خانه دارد، صرف و خراجات این فقیر از یک فقیری که در اروپا در خانه اجاره زندگی میکند فرق میکند. یک اجاره پولش 2000 یورو هست. مثلا یک فقیر همراهی 10 فرزندش زندگی میکند. البته این فقیر از آن فقیر فرق میکند. به هر یک فقیر و هر یک مسکین به قدر خودش معامله کرده زکات داده میشه. همون نفری که زکات میدهد دوملا باید که مثلا پولش مبلغش به زکات رسیده است و مبلغ زیاد است، میتواند که به 2 نفر یا 3 نفر تقسیم کرده زکاتش را دهد یا اینکه پورا برای 1 نفر داده شود؟ اگر در دهه در شهر یا از همه یک شخصی یافت شد که از بین 8 گروه به زکات محتاج است، اجازت است که تمام زکاتش را به یک کس هم دهد. ولی یک آدم خیلی که گفتیم اگر مسکین باشد فقط 12 ماهی آینده را به نظر گرفته زکات داده میشد. اگر هر ماه 1000 سومون براش نارسایی باشد 12000 سومون زکات داده میشد. خلاص از این زیاد داده نمیشه. بنابراین آن برادرهایی که خانه میسازند، خانه های سیر آشیانه، میلیونر هستند، یعنی عادی کرده گویم میلیونر هستند آنها، و زکات مردم خانه میدهند. این خطا هست. برای چی؟ یک خانه مثلا کمترینش $10,000 است. آیا صرف و خراجات این بنده 10,000 سومون است؟ این یک $10,000 است. غیر از این اون خانه تعمیر ندارد. این برای خورد و خوراکش باز فقیری میکند. فهمیدید؟ برای همین زکات به خانه، بعضی هاشون 4 خانگی 5 خانگی، اون خانه هایی که به سودا نمیرد کو در آشیانه های پنجم مثلا اگر خانه های بیلیفت باشد، یا عموما آدمی که زکات خانه میتید یک نوعی گریختن از زکات است، یک نوعی خلاص خوردن از زکات است. یعنی به کمبغل ها خانه های 5 خانگه 4 خانگه را میدهند و به یک دادن نرخی فروش حساب میکنن $100,000 $150,000 حساب میکنن و از زکات ترک میکنن. این نادرست است. برای اینکه $150,000 یا 100,000 یا $50,000 به یک مسکین دادن نادرست است. بله. این یک در حالت های مثلا تنگ، مثلا در یک خانه 4 مرد هست، همش مثلا فقیر باشد، به بلاغت رسیدگی هست، مثلا هر یکی آنها محتاج است، یعنی این خیل حادثه ها کم است. برای همین خانه زکات دادن نادرست است. باید پولی نقد زکات دهند. این یک نوعی گریختن از زکات است. خلاص خوردن از زکات از آن خانه هایی که چندین سال است به فروش نمیرد، همه های یک علاج کرده خلاص میخورن و زکات را دادن. گفته این حساب نیست، یعنی که نادرست است. این قولی مرجوح است، قولی ضعیف است. یعنی زکاتی داده آنها از حساب انعامخانه‌شون قبول نمیشود. درست فهمیدیم شما را؟ اکنون در مسئله قبول البته علم غیب است، لیکن قول جماهیر علما این کار نادرست است. وقتی که کسی نادرست میگه یعنی که نمی افتاد میگه. برای چی؟ برای اونکه ما باید برای یک مسکین فقط صرف و خراجات 1 سالش دهیم. حالی میبیاد ابن سبیل مسافر، یک آدم در مکه مثلا پول و مالش را گم کرده است در زمانهای قدیم علل خصوص، باید برای او تا به خانهش رسیدن مال میدهیم، از آن اضافگی نمیدهیم از پول زکات، چون وای در شهر خودش شخص پولدار است. ما فقط برای او تا رسیدن، یعنی این زکات حد و حدود دارد، از حدش زیاد نمیدهید. وقتی که خانه میدهید به یک فقیر از حد خودش زیاد میدهید، هم و هم با مقصدی خلاص خوردن که هست نادرست است این کار. خلاصه فهم شد. داملا دویم گروه گفتیم فقیر و بعد از آن مسکین می شود و گروه سیوم که داخل می شود. سیوم الله تعالی میگه که والعاملین علیها، عاملین علیها اینها شخصیت های هستند که زکات جمع میکنن. اینها را مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که زکات فرض شد،
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعض شخصیت ها را عامل زکات تعیین کردند، وظیفه دار کردند، مانند حضرت عمر، مانند حضرت ابو موسی اشعری. بسیار صحابه ها را به هر یک کشور و هر یک دهه مثلا وظیفه دار میکردند که زکات آن را جمع کنند. و این شخصیت ها رفته به خانه های مردم و به صحراهای آنها رفته زکات های آنها را حساب میکنند و احکام زکات را با آنها بیان میکنند که از فلان مقدار مال فلان مقدار شما باید زکات دهید. خلاصه جمع میکنند و بعد اینکه جمع شد باز به شخص های سزاوار تقسیم میکنند. یعنی برای چی به آنها داده می شود؟ چون که آنها معاش ندارند. یعنی اینها اگرچه بای باشند هم برای اینها از مال زکات همچون مزد داده میشه. برای چی؟ برای آنکه اینها زکات ها را از مردم جمع میکنند و باز به کمبغل ها تقسیم میکنند. امروز همین گونه انسان ها موجود هست، وجود دارد امروز؟ در جایهای ما کم است این خیر شخص ها، اما مثلا در دیگر کشورها مؤسسه های خیریه همین وظیفه ها را به دوش گرفته است. در بعض کشورها واقعا از جانب مثلا دولت های اسلامی آمده جمع میکنند، بعد به فقرا مثلا اینا بسیار بهترین شخصی که برای ما عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها، عمر ابن عبدالعزیز، حتی چنان زکات را از مردم گرفته به صاحبانش میدادن که شخص نمون تا آخر خلافتش که من زکات گیر گویم. یعنی اگر طبق معلوماتی که بعضی اقتصاد شناسان گفتن اگر همه مسلمان ها زکاتشان را در وقتش برارند یگان فقیر نمیماند در بین مسلمان ها. بنابراین بعضی علما گفتن که مشتک فقیر الا من تقصیر غنی. وقتی که یک کمبغل شکایت کرد، یک فرزند یک کمبغل شکایت کرد، دانید که این از کمبودی بای است. تقصیر غنی، تقصیر شخصی ثروتمند، یعنی دلالت می‌کند که ثروتمندان زکاتش رو در وقتش ندادن. اگر همه میداد یگان کمبغل شکایت نمیکرد. بنابراین در زمانهای گذشته بزرگان ما بسیار این را به جاهای خود صرف کردند، خوشرو استفاده کردند، حتی مردم را به حاجت کردند. و امروز بعضی ها گفتنشان ممکن که داملا اون دوره خلافت بود و یعنی خلیف داشتیم که مثلا یا زکات را جمع میکرد، امروز نداریم و ما امروز مثلا از زکات دادن دست میکشیم. آنها گناهگار میشوند یا نه با گفتن این گونه سخنها؟ نه، البته گناهکار میشه. این زکات تا روز قیامت باقی است. این زکات رکنی از رکنهای دین مقدس اسلام است. عاملین علیها نباشند، یعنی آن شخصیت هایی که زکات جمع میکنند و به سزاوارش میدهند نباشند. خود صاحب مال وظیفه دار است که زکاتش را به شخصان مستحق به همین 8 گروه یافته تقسیم کند. اگر خودش نتواند به یک شخص امانت نگهدار، به یک شخص خیانتکار، نه یعنی چشمش سر، انسانی که مثلا وفادار است و انسان امانت نگهدار است، به آن میدهد و میگوید تقسیم کن به جایهای مناسب. که در پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم آورده به پیامبر صلی الله علیه و سلم میدادند و پیامبر علیه الصلاه و السلام به صاحبانش میدادند و شخصان محتاج میدادند. شخصان محتاج غالبا آمده در نزد اهل علم درد خود، شکایت خود را میتوانند کرده و نه به همه پولدار نمیتوانند کرده. بعضی انسان ها فقیر نیستند، مسکین نیستند، ولیکن به سر آنها مصیبت آمدگی است، مشکلی آمدگی است، قرضدار هست، انسان های آبرو دارند. اینها نمیتونند به نزد یک ثروتمند رفته اگر کمی عار و ناموس داشته باشد مثلا از آنها زکات طلب کنند. بیایید به همین موضوع برگردیم داملا. بیایید گفتیم فقیر یکم، دوم مسکین، سوم آن نفرانی که زکات را جمع میکنند و بیایید چهارمش گذاریم. کی از چهارم نفری که زکات به وی داده شود؟ چهارمین آنها و المؤلفه قلوبهم، آنهایی که قلبهاشون با دادن زکات به اسلام گرم میشه. و این را بعضی علما میگن که در زمان ما نیست، این فقط در ابتدای اسلام بود. میگن از جمله
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. مؤلفه قلوبهم آن شخصیت هایی که اسلام اگر زکات دهیم اسلام قبول میکنند، یا اینکه نو اسلام آوردن اگر از زکات دهیم قلبشون به اسلام گرم میشوند. و بعضی علما میگویند که این گروه در زمان ما نیست و بعضی علما میگویند که این باقی است. یعنی اگر همین خیلی انسان یافتیم که به سبب دادن مال قلبش به اسلام گرم میشده باشد و اسلام قبول میکرده باشد میدهیم. میگن بعضی علما نمیدهیم. میگن برای چی نمیدهیم؟ میگن که اسلام به حاجت است. فمن شاء یؤمن و من شاء فلیکفر. کسی خواهد ایمان بیارد، کسی خواهد کافر شود. اسلام اون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها زکات میدادن مردم کم بود، دین اسلام پیدا شده بود میدادن. میگن یعنی اجتهاد علما است. یعنی که این به مثل نیست که داملا چون مردم یهودی بسیارتر تماشا میکنند میگویند که شاید این با پول دادن یعنی خریدن، یعنی پول داده و خریدن، یعنی شاید این گونه معنی داد کرده شود، این گونه فکر میکنند. اکنون بعضی انسان ها بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها زکات میدادند، از مال غنیمت میدادند، حتی به ابو سفیان و به بعضی صحابه هایی که نو اسلام قبول کردن بودند بعد سال فتح مکه 300 شتر دادند به یک نفر. بله. یعنی خیلی مبلغی کلا. یک شتر اگر $5000 باشد 1.5 میلیون دلار میشه. به یک در پول دادن. برای که وای نو اسلام آورده بود، برای دلش را گرم کردن. همین خیلی. لیکن اکنون واقعا آن عالم هایی که حال داده نمیشد گفتن اینها هم قولاشون یعنی از حقیقت خالی نیست. گفتن که کسی خواهد اسلام قبول کند، کسی خواهد کافر بماند، جزایش رو میگیرد. یعنی این اسلام دینی مجبوری نیست. ما اسلام حاجت ندارد که آدم ها مسلمان شود. کسی مسلمان شد بر فایده خودش، کسی کافر شد بر ضرر خودش. برای همین نمیدهیم از زکات به مؤلفه قلوبهم گفتن. لیکن در مسئله مؤلفه قلوبهم یعنی در هر یک عصر و زمانه در هر یک حادثه عالم ها را پرسیده میشه. مثلا یک آدم به یک کافر زکات دادنی هست یا به یک مسلمانی که وقتی که پول داده شود محبتش نسبت اسلام کلام میشه. یعنی این مؤلفه قلوبهم شخصی هست که مسلمان باشد و فقیر و مسکین نباشد. اگر فقیر و مسکین باشد از این طایفه میگیرد زکات را. لیکن این فقیر نیست، مسکین نیست، بای هست، لیکن مؤلفه قلوبهم هست. مؤلفه قلوبهم یعنی شخصیت هایی که قلباشون به اسلام الفت پیدا میکنند، گرم میشود، مایل میشود. اگر همین ما چه خیلی میفهمیم این گونه انسان رو چه خیلی فهمیده میشود. برای همین این حادثه های عین حساب میشن. باید پرسد اهل علم را. من زکاتم را به فلانی دادنی هستم به آن خاطر گفته مقصداش بیان میکنند. اگر آن عالم فتوا دهد که بله یعنی فلانی به مؤلفه قلوبهم داخل میشود گوید داخل میشه. این شخص های عمومی نمیتونن جدا کنن. خیلی خوب. این قسم گروه چهارم قولی آن عالم هایی که گفتن که این در زمان ما نیست، گفتن این قول هم قوت دارد. یعنی نیست، این خیلی آدم نیست گفتن. یعنی اگر حاضر باز هشت گروه، دو گروهش نیست در زمان ما عینی ها. حتی میشود گفت 3 گروهش، میشود گفت 4 گروهش نیست. اساسا از این 8 گروه غالبا 3 گروهش در بین مردم فراوان است. بیایید میگذاریم به قسمت پنجم، به گروه پنجم، چون سوال درباره همین قسمت گروه 4 که شما گفتید باز زیاد است، یعنی زیر سوال ها. اما چنانکه که شما گفتید امروز که شاید نیست، از این خاطر ما یک کنار گذاریم به گروه 5 گذاریم. گروه 5 کیست؟ گروه پنجم الله تعالی میگه که و فی الرقاب و در غلام ها. یعنی نه به همه غلام ها قول صحیح، به غلام های مکاتب. غلام مکاتب اون غلامی که خواجهش غلام مسلمان است، یکم شرطش. دویمش این است که خواجهش صاحبش گفته است که مثلا $20,000 جمع کن بیار به من سوپار، خودت را خریده آزاد کن. این آدم از مردم پول جمع کرده است تا اینکه خود را خریده از غلامی آزاد کند. بله به این شخص زکات داده میشد. لیکن این در زمانه ما عین حال نیست. لیکن در آخر زمان با پیدا میشد، چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا دیروزها این چیز بود، تا 100 سالی نزدیک بود. حتی در زمانه ما هم در بعضی
وقتها پیدا می شود و از بین می رود. بنابراین عین حال علما گفتن که نیست. و الغارمین و فی الرقاب یعنی شخصیت هایی که غلام هستند و آنها با صاحبانشون عقد نوشته کردند که اگر فلان مقدار پول را آوری تو را من آزاد میکنم. برای اینها زکات داده میشد. بعضی علما میگن که اسیرهای مسلمان ها، مثلا در جنگ مسلمان در زیر کافرها اسیر افتاد و آنها گفتن که بر سر هر یک مسلمان 10,000 داده میگیری. گفت مثلا در این صورت از زکات داده آنها را از اسارت آزاد کردن اجازت است، همچون عمل کردن به همین آیت میگن، چون در دست کافر اسیر است. اگر در زندان ها باشد، مثلا در زندان های غیر مسلمان کافرها باشند و مسلمان باشد و شاید همین گونه خریده می شده باشد، این هم اجازت است؟ یعنی که مبلغ با این به هر یک آدم به هر یک حالت علاهیده می پرسد. البته در این کارها یعنی آزاد کردن شخص زندانی از زندان کمتر فرق میکند از آزاد کردن غلام، مگر اگر یک مسلمان در دست کافرها ظلما دستگیر شده باشد و تهمتاً، شاید یعنی یگان عالم ها را میپرسد اگر به همین فتوا دیم. فتوا چیست؟ فتوا به یک مسئله عین، بر یک مسئله شدگی از اصل بیرون برآمده فتوا میدهد. مثلا گوشت خوک اصلا حرام است، لیکن یک عالم میگه که برای تو تا روزی فلان مقدار خوردن گوشت خوک اجازت است. مثلا این فتوا هست. یعنی ما فتوا نداده ایستادیم دریم، ما فقط احکام شریعت را بیان کرده ایستادیم، به مردم آیت را ترجمه و توضیح داده ایستادیم، روشن‌تر کرده ایستادیم. چون که یک آیت هست. ببینید ما حالی 1 ساعت در این آیت سخن کرده ایستادیم و در تفسیر این آیت میشه 10 ها ساعت صحبت کرد. بله. یک آیت هست، یک آدمی عمومی اگر خواند چیزی نفهمد از این. بله. برای همین ما و شما بیان شریعت هست. الحمدلله شما اینجا هستید، برای همین آسان میکنید، برای آسان فهمیدن مردمی عادی. و گفتم این گروه 5 است. گروه 6، گروه 5 باید یک بار دیگر کوتاه‌تر کرده گذاریم. گروه 5 آن نفرانی هستند که گروه 5 و گروه 6 یعنی عین حال، یعنی که وجود ندارند. یعنی والمؤلفه قلوبهم و فی الرقاب، غلام ها و آن کافرهایی که به دادن مال و مبلغ قلباشون به اسلام گرم میشد. همین دو گروه عالم ها در زمان ما نیست گفتن، شاید آینده با پیدا شود. 4 و 5 ششمینش والغارمین، آنهایی که به قرض افتادند، یعنی قرض آنها را غلبه کرد. و اصلش این شخصی که بین دو قبیله صلح انداخت یا اینکه بین دو شخصیت صلح جاری کرد و در بین قرضدار شد، یعنی به قرض گرفتار شد. و بعضی علما قرضدارها را هم به همین کلمه داخل کردن، گفتن کسی که قرض او را غلبه کرده است. قرضی که سبب قرض سبب شرعی باشد. یعنی برای چی قرضدار شدی؟ گفته پرسه برای اون که یک ماشین $200,000 خریده است، برای همین قرضدار شده است. 5,000 پول دارد، $195,000 قرض گرفته خریده است مثلا. این آدم به نمیتیم زکات، برای اینکه قرضش در ضرورت نیست، یا قرضش به سبب قمار باخت است و از قمار باختنش قرضدار شده است نمیدیم، یا از بانک خانه خریده است برای ریبا، یا ماشین خریده است، این کاری حرام کرده است، با الله تعالی جنگ اعلام کرده است. وقتی که ریبا گرفته است ما به این زکات نمیدیم. یعنی اسراف نباشد. سبب این قرضداری چی است برادر؟ گفتم میپرسیم. گفت که برای اون که یک خانه $1,000,000 ساختم، $800,000 قرضدار شدم. گفت نمیتیم زکات. میگم که خانه تا فروشو، یک خانه ارزانک خربم، $200,000 که داری مناسب خودت خروز، ما به تو زکات نمیتیم. چخیل یک مسلمان در بالای کردان خواب میکند، در خیمه ها خواب میکند و یک مسلمان در این خانه $1,000,000 خواب کرده با زکات میگیرد؟ نه. یعنی سبب قرضش اسراف نباشد، غیر شرعی کارها نکرده باشد.
مثال هست برای همین در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلام به کی همین گونه به همین گونه زکات گیرنده تعلق داشت؟ مثلا یک شخصی بود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، سلامت ابن صخر رضی الله عنه قرضدار شد و قرضش هم یعنی جهت شرعی داشت، یعنی واقعا مسکین بود، فرزندان داشت و در آن کشور که زندگی میکرد یگان شخص از این دیده فقیر نبود. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام قبیله بنی زریق را امر کردند که همه زکاتش را به یک نفر دهد گفتند تا اینکه این از قرض برآید. و قرضش هم یعنی دادن مثلا کفاره بود، کفاره روزه رو شکسته بود، باید به شخص مسکین طعام دهد، نداشت که دهد، یعنی قرضدار شده است. این باید 60 روز روزه داشته نمیتوانست، غلام آزاد کرده نمیتوانست و باید که سیومین راه باید به شخص مسکین طعام دهد، لیکن مبلغ نداشت. بعد قبیله اش را امر کردن که همه زکاتش را به همین دهد تا اینکه این قرضش را به مردم دهد. یعنی این باید به شخص مسکین طعام دهد، دیگر علاج ندارد. برای همین به یک نفر امر کردن که همه زکات خود را آورده دهد. این حدیث در مسند امام احمد است. این دلالت میکند که می شود که زکات یک کشور را به یک نفر دهیم اگر همین خیلی تقاضا کند، یعنی واقعا حاجتمند باشد. خیلی خوب. گروه هفتم، گروهی یعنی که این والغارمین، یعنی که قرضدارها قرضش گفتیم دیده می شود. اگر قرضش در اسراف نباشد، سبب قرضش مثلا یک آفت آمد و مثلا مال دیگرها هم در خانه این بود یا در مغازش بود، مال همه سوخت و در نتیجه این جوابگری کشیده شد، مثلا قرضدار شد به سبب آفتی که از جانب الله تعالی آمد، یعنی که عذری شرعی هست. در این حالت این آدم اگرچه قرضش زیاد است از زکات گرفتن حق دارد. و این سیومین شخصیت هایی که در بین ما الان بسیار آدم ها هست، یا فقیر، مسکین و قرضدار. اساسا عین حال محتاجترین شخص ها همین 3 نفر هستند. قرضدارش باز زیادتر هستند. بله، لیکن سبب قرضش دیده میشه. بله. زیر سوال ها زیاد است. داملا بیایید یک بار کوتاه همش گفته گذاریم، 8 گروه و بعد از آن به زیر سوال ها برگردیم. گروه 7 کی داخل می شود به گروه 7؟ و فی سبیل الله، در راه الله تعالی. و این کلمه عام است. در راه الله تعالی مراد جهاد است. این در زمانی مثلا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات نازل شد، جهاد جاری بود و هر دولتی که مثلا اسلامی هست و به خاکی و یک دشمن متجاوز اگر تجاوز کند یا اینکه خودی آن دولت به دیگر کشور اگر هجوم کند، این جهاد است بین مسلمان ها و کافر ها. در این حالت از مال زکات به جهاد داده می شود. و این کلمه و فی سبیل الله در لغت عرب عام است. هر کاری که برای اعلای کلمت الله، برای بالا برداشتن نام الله تعالی، برای پرقوت کردن دین مقدس اسلام باشد میشد میگن یک قسمی از علما، لیکن این قول ضعیف است. برای اون که در اصطلاح شریعت وقتی که فی سبیل الله گفت مراد جنگ است، یعنی به آنهایی که به جنگ اشتراک میکنن به طعام آنها، به یراق آنها، به اسلحه آنها، به این چیزها از زکات داده میشود. خیلی که اکثر کشورها اکثر بودجه خود را برای حربی خود استفاده میبرند. این هم شریعت که به مردم مسلمان هست، الله سبحانه و تعالی این را هم بیان کرد، صرف و خراجات جنگ را یعنی میشود از زکات داده شود. و این هم مثلا عین حال شاید در فلسطین باشد، شاید کم است وجودش، ولی بعضی علما میگن عام است. لیکن در مذهب امام احمد و در مذهب مالک طالب علمان شریعت، آنهایی که علم شرعی می آموزن، برای آنها زکات داده میشد، میگن به شرطی که اگر بیت المال مسلمان ها نباشد. اصلا
برای طالب علم ها، قاضی ها، مفتی ها بیت المال باید مزد دهد. یعنی آنها باید از بالای مردم زندگی نکنند، از بیت المال باید داده شود. برای چی؟ برای آنکه آنها در خدمت مردم هستند. و مذهب مالکی میگوید که برای چی به طالب علم های و اهل علم میدیم؟ برای آنکه آنها گناهی فرض کفایه را از مردم برداشت میکنند. یعنی در یک شهر اگر یگان انسان نباشد که فتوا داده تواند، اهل شهر همه گناهکار میشه. در یک شهر یگان انسان است که تفسیر قرآن را نمیداند، همه گناهکار میشه. در یک شهر یگان انسان نیست که علمی مثلا میراث را نمیداند. علم میراث آموختنش فرض کفایه است. یک نفر اگر آموزد گناه از دیگرها برداشته میشه. یعنی همین یک نفر گناه مردم را میبردارد. برای اینها اصلا دولت از بیت المال باید مزد جدا کند. وقتی که بیت المال نیست گفتن که از زکات برای آنها داده میشد زیر کلمه و فی سبیل الله. چون که در بعضی نصوص های سنت آمده است که خیلی که امام احمد گفتن و فی سبیل الله یعنی اهل علم گفتن. برای چی امام احمد گفتن که برای آنکه آنها به منزلت مجاهدین در راه الله تعالی هستند. خب اکنون بیایید داملا، شما گفتید که هر وقتی که انسان نمیداند موافق آیات قرآنی به اهل علم مراجعت کنند. و خب در زمانی که نوکک شما گفته گذاشتید امامان بزرگ گفته بودند که به آنهایی که طالب علم هستند به آنها سپارند، یعنی که یک قسمت علما اجازه دادند برای آنها. و در زمان ما امروز وسایل اخباری عامه خیلی پیش رفته است و یکی از همون جهد کردن و قوت نشان دادن بسیارتر از آن که دعوت کردن به واسطه وسایل اخباری عامه خوبتر شده است و قوتش هم به قوتتر شده است. اما امروز یگان عالم نمیبراید و نمیگوید که زکات مال را به وسایل اخباری عامه که امروز دعوت میکند به آنها سپارید. و مثلا مردم عادی، سوال مردم عادی میگوید که اهل علم امروز پیدا نشده است که گوید که بیشتر به وسایل اخباری عموم که جهد دارند مردم را دعوت کنند به آنها نیز زکات سپارند. و شاید که در زمان امام بزرگانی که شما نوکه گفته گذاشتید نبود، این معاصر است، تکنیک معاصر است امروز که دعوت پیش میبرد. چی میگوید در این موضوع؟ یعنی خیلی که گفتیم طبق مذهب امام احمد و طبق مذهب امام مالک با آن شخصی که مثلا با علم مشغول است و با این وسیله خدمت به مسلمان ها میکند با آنها زکات داده میشود. این به شرطی که اگر فقیر و مسکین نباشد. اگر همین شخصیت فقیر یا مسکین باشد به دو گروه اوله میدارد. اگر شخصی که فقیر هم نیست مسکین هم نباشد بعد از این گروه داده میشد. این اجماع علما نیست در این مسئله. یعنی تمام علما مانند فقرا و مساکین اجماع نکردند، ولیکن در این مسئله خلاف است. یعنی بعضی علما داده میشود گفتند برای اینکه آنها به منزلت مجاهدین در راه الله سبحانه و تعالی هستند گفتند. و یک چیز دیگر هست که یگانه شخصیت هایی که قدرتی کار کردن دارند ولی کار نکنند به آنها زکات داده میشد، این همین یعنی طالب علم ها هستند. برای چی؟ مثلا یک عابد گفت که من 6 ماه در مکه عبادت میکنم، 6 ماه در مدینه نماز تهجد میخواند، یک قسم شب را قرائت قرآن میکند، یک قسم شب را خواب میکند، مثلا روزها روزه میدارد، با ذکر و با عبادت مشغول است. من کار نمیکنم، من با عبادت مشغول هستم. آیا برای این زکات میدیم؟ زکات نمیدیم. یگانه شخصی که کار کرده میتواند و کار نمیکند. برای چی کار نمیکنی؟ برای اینکه اگر جمع کرده نمیتونم، گفت بین کار و بین علم جمع کرده نمیتونم. اگر کار کنم علم میماند، علم گیرم کار میماند. گوید در این حالت فقط به همین طایفه داده میشه. چون که در حدیث ابو داود با سند صحیح آمده است که 2 نفر جوانها
آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات طلب میکنم، میگم که یا رسول الله برای ما زکات دهید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرفع فینا البصر و خفضه، چشمشون به آنها دوختن، نظر کردند و چشمشون بالا کرده با پایان کردند، یا مراتب نظر کردند و بعد گفتند که این شئتما اعطیتکما، اگر خواهیتان میتیم زکات. گفتند زکات در دست پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اگر خواهید میدهم. گفتند ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب، لیکن خوب دانید که در این زکات نصیبه نیست با آن آدمی که بای هست، یعنی بی حاجت است از زکات، حاجت به زکات ندارد، و قوی مکتسب، آن آدمی که با قوت است و کار کرده میتوند. هر کسی که قوت دارد و گدایی میکنه، مثلا گدایی که عموما حرام است، ولی یک آدم قدرتی کار کردن دارد، سلامتی دارد، جوان است، مهنت کرده میتوند، به او زکات داده نمیشد، یعنی او باید کار کند. برای همین گفتن که خواهی میتیم، لیکن در زکات به شخصی بای و به شخصی که قوت و جوانی دارد نصیبه نیست. گفتن فهمیدید؟ برای همین فقط یگانه شخصی که قوت دارد و اگر قوتش رو به پول مال دنیا جمع کردن صرف کند، علم میمانده باشد، حاجت مسلمان ها به آن کلام، مثلا در یک کشوری است که یگان انسان است که به مردم تعلیم علم دهد، از پگاهی رو تا بگاهی با تعلیم فرزندان مسلمان ها مشغول است، مثلا قرآن تعلیم میدهد، زبان عربی تعلیم میدهد، آداب و اخلاق اسلامی تعلیم میدهد. برای او میتوانیم از زکات دهیم، او میتواند کار کند، لیکن اگر او کار کند درس مردم میماند، مسلمان ها محتاج هستند، مثلا در این حالت میشود زکات داده. مثلا باز یک با مثال اگر گویم دومولا، مثلا امروز فیلم های تصویری برای تربیه فرزندان ما به زبان تاجیکی نیست، واقعا نیست، و برای مثلا همین راه را پیش گرفتن و یا همین کار را پیش ماندن مبلغی زیاد طلب می شود. و بغیر از این خودی ما و شما می دونیم به زبان روسی ترجمه معنای قرآن مثال چندین نمودها و یا چندین تفسیرها است، اما به زبان تاجیکی تا حال ببینید که پورا نشده است، یعنی که شخص پیدا نمی شود که انا همین کار رو سرپرستی کند، یا که شخص پیدا نمی شود که همین کار رو خودش به عهده گیرد، یعنی پورا به مثلی که به زبان انگلیسی هست و به زبان روسی، یعنی بین الخلقی اش رو من در نظر دارم، یا به دیگر زبان ها است، اما به تاجیکا چی شده است و چی کمی دارد و برای چی نمی کند؟ شما گفتید که حاضر نوکک، شما گفتید که یک نفر اگر نباشد و یک کار را نکند، آن کاری که باید کرده می شد، همه مردم گناهگار می شود. و در این حالت چی می شود؟ بله، ما البته اگر یک شخصی باشد که از پگاهی تا بگاهی به خدمت مسلمان ها وقتی خود را جدا کرده باشد، غالبا این شخص درآمد ندارد، یا درآمد داشته باشد هم کم است، به صرف و خراجاتش یا به صرف و خراجات عملش موافقت نمی کند، این همون به گروه فقیر یا مسکین می درآید. لیکن در مسئله و فی سبیل الله برای داخل کردن این مسئله اجماع علما نیست. ما نمیتوانیم مانند فقیر و مسکین به پررگی گوییم که بله داده میشد، یعنی به این فتواها هست. مثلا بعضی ها گفتن که ساختن مسجد هم به کلمه فی سبیل الله می درآید، یا چاپ کردن کتاب و تقسیم کردن آن، لیکن قول صحیح اینها نمی درآید. بله، اینها نمی درآید، برای آنکه مراد شریعت در اینجا فقط فی سبیل الله این حقیقت لغوی هست و حقیقت شرعی. حقیقت لغوی عام است، حقیقت شرعی خاص است. اینجا در مابین کلام آمدگی است. این خیلی در لغت عرب این خیلی گپ نیست که مثلا به خانه محمد در آمد، سپس عبدالله در آمد، سپس قاسم در آمد، سپس مردم در آمدن، سپس اکمل جان در آمد. یعنی که 3 نفر را خاص ذکر کردیم، در مابین تمام مردم را گفتیم، همه در این میدارد عام، با یک کسی دیگه در آخر گفتیم. هست در لغت عرب
تنزل الملائکه و الروح، فرشته ها نازل میشن شب قدر و جبریل هم نازل میشه. یعنی فرشته ها که گفت جبریل هم هست، لیکن جبریل علاهیده ذکر کرد برای منزلت جبریل، برای بزرگی جبریل. یا که الله تعالی که حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطى، 5 وقت نماز رو محافظت کنید، احتیاط کنید، در وقتهاش خوانید، اهمیت جدی دید و نماز میانه رو یعنی نماز عصر رو. وقتی که 5 وقت نماز رو خوانید، گفت عصر هم بود، لیکن بعد اینکه عام گام زد با خاص عصر رو ذکر کرد، دلالت به بزرگی نماز عصر میکنه. لیکن در اینجا الله تعالی به 8 گروه فقط زکات داده میشد، به فقیرها، به مسکینها، به فلانی ها، به فلانی ها گفت و فی سبیل الله، در تمام کارهای خیر در راه الله تعالی. گوییم همین مسکین های فقیر های مسکین ها همش در بر میگیرد، ساختن مسجد و خدمت به این شبکه های و همش رو در بر میگیرد. با در دومش و ابن سبیل گفت و به مسافر. این اسلوبی لغت عرب هم پسترین عرب این خیلی استفاده نمیبرد، حالا که الله تعالی زیباترین شخص از روی سخن گفتن، زیباترین سخن الله تعالی است. این در سخن الله تعالی عیب است. بنابراین و فی سبیل الله در اینجا حقیقت شرعی دارد، مراد جنگ است. و قول امام مالک و قول امام احمد هم از همین بیرون نیست، برای آنکه کلمه جهاد مسلمان از کی شنوید، احکام جهاد از کی شنید. و در عین جهاد ما حاجت به علم داریم. پیامبر صلی الله علیه و یک صحابه گفتن که این از اهل دوزخ است، در جهاد بود، جنگ میکرد، گفتن این دوزخی است. صحابه ها حیران شدن، چه این صحابه مسلمان در جنگ اشتراک دارد، علیه کفار می جنگد و با دوزخی بود است. بعد یک صحابه پیروی کرد، از قفایش همین شخصیت را نظارت میکرد که بسیار خوب جنگ میکرد و ماهرانه. و بالاخره وقتی که جراحت برداشت، به جراحت و به علم درد صبر نکرد و شمشیرش را به زمین گذاشت و طرفی تیزش را بر شکمش ماند و بر بالای شمشیر خود را پرتافت. یعنی خودش را به هلاکت رساند. صبر نکرد تا آخری برآمدن جانش، خود را کش، در جهاد ایستاد خودکشی کرد. بعد اون صحابه آمده یا رسول الله، گفت شهادت میدهم، گواهی میدهم که واقعا و حقیقتا شما رسول الله هستید، شما فرستاده الله هستید، شما پیغمبر الله هستید. گفتن چی شد به تو؟ گفت که یا رسول الله، اون آدمی که در دوزخ است، گفتید خود را به قتل رسانید. یعنی یک صحابه دیگر هم بسیار با شجاعت می جنگید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات کرد، صحابه ها گفتن که شهید، این آدم شهید شد، این آدم شهید شد. گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم که هو فی النار، و در دوزخ است. صحابه ها در حیرت افتادند، چقدر در راه الله جنگید و در راه الله به شهادت رسانیده شد و چگونه به دوزخ افتید یا رسول الله؟ گفتند که این شملة التي غلها، آن لباسی که پیش از تقسیمات غنیمه دزدی کرد، لتشتعن علیه نارا، برای او یک کرته آتشین میشد در دوزخ. یعنی دزدی کردش، پیش از جهاد دزدی کرده است. حالی باید وظیفه راهبر این مال را تقسیم کند به جنگاورها، حالی وقتش نرسیده غلها یعنی خیانت کرده است، پنهانی دزدی کرده است مال غنیمت را. ببینید، یعنی ما در همین حالت به اهل علم محتاج هستیم. بنابراین امام مالک و امام احمد اهل علم را در جمله کلمه و فی سبیل الله در آوردن، لیکن دیگر گروه ها را ندار آوردن، ساختن مسجد ندار آوردن. مثلا یکی از یگان عالم فتوا دهد که در فلان کشور از پول زکات مسجد ساختن اجازت است، این فتوا است. یعنی این به فتواش جواب میدهد، اصل نیست. اصلا الله تعالی برای فی المساجد نگفته است و فی سبیل الله از مراد جنگ است. لیکن در شکل عمومی شما گفته گذاشتید که در شکل عمومی همین چیز آمده است، یعنی که در حالتی که در همین کشور یگان آدمی نیست که مسجد میسازد. اصلا برای مسجد الله تعالی جزای الهیده اعلان کرده است.
یعنی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، کسی که مسجد در راه الله تعالی سازه، الله تعالی برای او در جنت قصر میسازد. برای او مکافات الهیده هست. اگر مردم خداشون نسازن، شخصیت هایی که از پول صدقه، از پول زکات نه، از صدقه های نافله اگر این کار را نکنن، بعد در حالت های ضرورت برای که مسجد برای مسلمان ها یک دانه اقلا در یک شهر ضرور است. و در بعد سوال ها آمده است که 285 کیلومتر مسجد از ما دور است، آیا برای ما جمعه فرض است یا نه؟ گفتن یک بار به همین سوال جواب میدم، جمعه فرض نیست برای آنها، برای آنکه به مسافر جمعه فرض نیست. مسافه 82 کیلومتر در نزد جمهور علما مسافه قصر است، یا 120 کیلومتر در یک قول در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. آیا 285 کیلومتر مسافه قصر است؟ اینا وقتی که 285 کیلومتر سفر میکنن مسافر میشن، مسافر جمعه فرض نیست. ببینید یعنی مسلمان ها در بعضی کشورهای زندگی میکنن که در 285 کیلومتر اطراف یا حتی 300 کیلومتر مسجد نیست. برای چی در همین جاها مسجد نیست؟ بیایید برگردیم به آیت 96 یا 97 سوره نیسا. وقتی که در 280 چند کیلومتر زندگی میکنن، چرا که به زمین الله فراخ است هجرت نمیکنن جایی که مسجد هست؟ اکنون یعنی که شاید در همونجا زندگی دارند، خانه دارند، کار و بار دارند، البته یا اینکه در همونجا مسجد تشکیل کنند، یک مسجد کوچکی که عبارت مثلا از عادی باشد، قیمت نباشد، یا سازن یا زمین خرند یا اجاره گیرند، یا اینکه جمعه برایشون فرض نیست. خلاصه کلام اگر هجرت کردن یعنی به یک شهری که مسلمان ها زیاد است خوب است. البته پر در یک کشوری که مسلمان نیست، جمعیتی مسلمانی نیست، در بین 100% کافرها زندگی کردن ممکن نیست. نه یگانه عائله مسلمان فقط شما یا 2 نفر ممکن نیست. باید در هر یک شهر زندگی کنید که مسلمان ها یعنی که جمعیت داشته باشن، مسجد داشته باشن، یک مرکز اسلامی داشته باشن، حرکت کنن به اینا. اگر نباشد تشکیل کنن یا با اونجا انتقال یابند که مقصد اونجا مسلمان ها هستن. خیلی خوب، این گروه هفتم ما خیلی کشال شد، خیلی طولانی هم شد چون بسیار موضوع وسیع هم بوده است. گروه هشتم دامولا، گروه هشتم کی داخل می شود؟ آنهایی که زکات میگیرند. سبیل ترجمه لغویش و پسری راه، مراد مسافر. پسری راه یعنی بچه کوچه شده است، یعنی نمیتونه به شهرش بازگردد. البته در زمانهای قدیم این مراد یک شخصی بای هست، یعنی که به فقیر و مسکین و قرضدار نمیدراید. یک شخصی که فقیر نیست، مسکین نیست، قرضدار نیست، یک شخصی ثروتمند است و در سفر مثلا غارتگرها یا دزدها یا راهزنها مال او را دزدیدن یا گم کرد، یا یک آفت یا مصیبتی آمد و به مزد ماند. تا رفتن به کشور خودش ما برای این مقداری که به شهرش رسیده میراد زکات میدیم. لیکن در زمانه ما الان اگر شخصی ثروتمند باشد، پولش را گم کرده باشد، میشود از دیگر کشور ایستاده مثلا فرزندش یا برادرش یا همسرش برای این مثلا چیپته خرد، چیپته هواپیما مثلا، یعنی آسان شده است، یا با کارتش پول را انتقال دهند بخرد خودش مثلا. یعنی در زمان ما برای همین گفتیم که اساسا 3 طایفه مردم زکات میگیرن: فقیر، مسکین، قرضدار. یعنی کم هست که بعضی آدم ها گفتن که به این گروه میداره شخصی که در دیار کفر خودش از این کشور نیست، راهگذر بود، مسافر بود و حبس شد، نسأل الله سلامت و العافیه، محبوس شد، زندانی شد. همین گروه میداره. یعنی در راه ما اگرچه در شهرش شخصی صاحب ثروت هست، گفتم برای به زندان رفت و آمد مشکل است، از این کشور به این کشور فرستانیدن مبلغ یعنی آسان نیست. برای همین میتواند آنهایی که در داخل زندان مثلا هستن زکاتشون رو به همین شخصی مسافر دهند. برای اینکه آنهایی که مثلا در شهر دوشنبه زندگی میکند و در زندان دوشنبه محبوس هست، مثلا شخصی ثروتمند هست، امروز پسری کلانیش، فردا پسری دیگریش، فردا برادرش، فردا پسری عمکش، خویشاونداش زیارت میکنند و هر روز برایش طعام میبرند، فرق میکنه از آن آدمی که
خودش مثلا از کشوری بیگانه هست، مثلا از بنگلادش در تاجیکستان محبوس است. مثلا واقعا برای این فرستانیدن مبلغ و زیارت کردن این مشکل تر است. میتونم به همین شخص زکات خود را دهم گفتند، همچون عمل به قول الله تعالی که و ابن السبیل، بچه مسافر، یعنی شخصی که در سفر نفقهش کنده شده است. یعنی این 8 گروه را الله سبحانه و تعالی خود تقسیم کرد تا اینکه کسی دخالت نکند، کوچه را اسفالت نکنه با این پول یا دیگر کارها، چاه کافتن و مثلا مکتب ساختن و حتی مدرسه اسلامی ساختن و از این بزرگتر مسجد ساختن اجازت نیست. چی جای مکتب ساختن و چی جای مدرسه اسلامی ساختن، برای آنکه این را الله تعالی خود تقسیم کرد. فریضة من الله. بعد در آخرش الله تعالی که این حتمی فرض است از جانب الله سبحانه و تعالی، این الله تعالی فرض کرد. یگان کسی حق ندارد که یگان کسی دیگه دارد. ببینید در اینجا کلمه یتیم نیست، کلمه معیوب نیست. برای چی؟ برای آنکه این الله سبحانه و تعالی تقسیم کرد. بعد در دوامش که والله علیم حکیم، و الله تعالی علیم و حکیم هست. علیم صیغه مبالغه کلمه عالم، یعنی الله تعالی عالم نیست، نهایت علم دار است، به نهایت صفت علم الله تعالی حد و کنار ندارد. الله تعالی به همه چیز عالم است. بعضی چیزها را میداند، بعضی چیزها را نمیداند، نمانند عالم ها. الله تعالی علیم است گفت. بعد گفت که حکیم است گفت. حکیم فرق میکنه از علیم. یک آدم ممکن عالم شود و حکیم نباشد. عالم شخصی که همه چیز را میداند، لیکن حکیم نیست. حکیم همون چیزی میدانستگی خود را در جای خود استفاده بردن، این حکمت است. بنابراین الله تعالی که من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت داده شد اون علم، اون چیزی بسیار داده شد، خیری بسیار داده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانستند که کعبه در زمان ابراهیم علیه السلام به این شکلی که امروز وجود دارد نبود. کعبه الان 4 کنجه هست. پیشتر هم به همین شکل بود، لیکن دراستر بود. جای حتیمی که امروز هست نصف دیوال دارد و باقی ماندهش ندارد. مردم حاجی ها در آمده نماز میخوانند. اونجاها در زمان ابراهیم در داخل کعبه بود. لیکن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 35 ساله بودند و حال پیامبر نبودند، عرب های هم مراتب کعبه را ویران کرد، از نو ساختند، پولی حلال نرسید. بعد همین شکلی که حالا وجود دارد همین خیل ساختند، نصفش باقی ماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای عایشه، اگر این مردمی عرب مسلمانی نو نمیشدند، سال 8 هجری مردم مکه ایمان آوردند. بعد 2 سالش پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده. اینها حالی مسلمانی تازه نو هستند. اگر اینها حدیث و عهد به کفر نو که کافر دی امروز مسلمان شدند، یعنی عهدشون به کفر نزدیک است، حالی اینها مسلمانی واقعی نشدند. اگر اینها مسلمانی واقعی میشدند، یعنی 100% میفهمیدند من کعبه را ویران میکردم و در زمان ابراهیم چه خیل بود همون خیل میساختم. گفتم این حکمت است. یک کار خواستند و نکردند. برای چی؟ برای اینکه فتنه میشد. واقعا فتنه شد در زمان عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر کعبه را ویران کرد و به مانند شکل زمان ابراهیم کرد. چقدر خون مردم در کعبه ریخت. خود عبدالله ابن زبیر کشته شد. صحابی بزرگوار، امیر شهر مکه بود، در مکه کشته شد. و همین گونه این فتنه دوام کرد تا زمان امام مالک. حتی امام مالک یک امیر شهر مکه مکتوب کرد که امام اگر اجازه داشت من کعبه ویران کرده مانند عهد ابراهیم میکنم. بعد امام مالک الله تو را رحم کند گفتن کعبه را بازیچه نکن، در هر یک امیری که آمد به خواست خودش ویران کرده از نو نسازد، هیبتی کعبه را نریزان. ما همین خیلی ایستاد گفتن. بعد تا همین زمان ما همین خیلی ایستاد است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم از اول نکرده، علم داشتن که همین کعبه در زمان ابراهیم این خیلی نبود، لیکن حکمت را استفاده بردن، یعنی نتیجه اش را نگاه کردن. بنابراین حضرت علی هم گفتن که حدث الناس قدر عقولهم
در صحیح بخاری است اتریدون ان یکذب الله و رسوله به قدر عقلی مردم سخن کنید به اون مردمی که در پیش شما نشسته است مثلا در مکتب سخن کردن آسان است صنف 11 است طبق فهمشون گپ صنف 1 باشد و صنف 1 گپ میزنید موافق فهمشون در مسجد یا در این برنامه ها سخن کردن مشکل است برای اونکه در این برنامه ها شخصیت های هستند که کافر هستند بگذار تاجیک باشن کافر هستند مثلا بسیار شخصیت ها در همین چیام به ما مکتوب میکنند یا می نویسند که من مسلمان هستم دین اسلام قدرم ندارم من به الله تعالی باور ندارم این چیزا ما در زمان شوروی هم داشتیم و بعد شوروی هم داشتیم و این تا قیامت هم میماند غریب نیست یا نصران تاجیکایی که نصرانی شدن یا زردوش شدن مثلا بنابراین اینها هم تماشا میکنن شخصیت های هستن که معلومات عالی دارند خواه معلومات عالی دینی دنیوی دارند خواه کودکان باشند خواه زنها باشند خواه شخصیت های عامی که علمی نه دینی نه دنیوی دارند در این موضوع ها سخن کردن مشکل تر است نسبت به دانشگاه مثلا در دانشگاه میدانید که مستوای اینها صنف 4 است کرسی 4 است مثلا با مستواش مناسب سخن میکنه بله واقعا این یک و قدر عقلی مردم سخن کنید آیا دوست می‌دارید که مردم الله و رسول را دروغ برآورند یعنی یک مردم طایفه از مردم باشد که فهمی آنها همین سخنها رو نمیگرفته باشد و با آنها همین سخن رو در همین مورد اگر گوید شما سبب میشید که آنها سخن الله و رسول را به دروغ برآورند باور نکنند واقعا حکمت چیزی بزرگ است بنابراین الله تعالی در دوام آیات که والله علیم حکیم الله تعالی نهایت ذات عالم هست و حکیم است میداند به کجا تقسیم کند یگان کس با نگوید که به این 8 گروه فلانی ها را هم می در آوردیم اونها هم محتاج هستند یا فلان گروهش اینقدر ضرور نیست گفته نمیتواند بله این تقسیمات الله سبحانه و تعالی هست خیلی خوب و ما این لحظه 8 گروه را گفتگو داشتیم و داملا من چنانه که من با شما صحبت میکنم انا همون 8 گروه را یک به یک گفته میگذارم اگر جایی که خطا کردم شما اصلاح کنید و گروه اول تماشابینان عزیز گروه اول داملا از گفته گذاشتند که فقیران یعنی به فقیر داده می شود آنهایی که صاحب زکات هستند به فقیر می دهند گروه دو به مسکین یعنی هم فقیر و هم مسکین را برای شما مفصل در بارش گفتند و گروه سوم خب داملا گروه سوم والعاملین علیها آنهایی که زکات جمع میکنند و زکات رو با تقسیم میکنند آنهایی که فقط زکات تقسیم میکنند نمیدارند مثلا شما زکاتتون رو به من دادید و گفتید که داملا این رو به یگان شخصی مستحق دهه گفتید من دادم من عامل زکات حساب نمیشم فقط تقسیم کننده زکات یک آدم وکیل گرفته تو همین زکات های مرا تقسیم کن به سزاوان محله به سزاواران شهر تقسیم کن گفته داد و این آدم زکات داد این فقط وکیل است یا امانت نگهدار است حقی گرفتن از این زکات ندارد یعنی گفتیم که امروز مثل این گروه سه امروز گفتیم که کم است درست؟ کم وجودش هم مشکل است بله گروه چهارم مؤلفه قلوبهم اونایی که اگر پول دلشان گرم شود با دادن زکات و اینها هم گفتیم که نیست امروز یعنی یا نیست یا کم یا اینکه اختلاف بین علما هست گروه پنجم غلام ها و این هم غلام ها هم امروز تقریبا که نیست گفتیم و شاید که در آخر زمان الله اعلم باز پیدا میشن گفتیم گروه ششم آنهایی که گروه ششم و الغارمین یعنی قرضدارها امروز وجود دارد از گروه یعنی یک فقیران مسکین و گروه 6 قرضدارها اساساً به آنهایی که زکات امروز داده می شود و گروه هفتم و فی سبیل الله آنهایی که در جهاد میکنند در راه الله و گروه آخر آنهایی که در مسافرت هستند و گفتیم که امروز گروه مسافران هم شاید کمتر باشد چون که خواهش های آنها را میتوانند که نزدیکانشان از دور ایستاده اجرا کنند
بله. اکنون به سوال اساسی برمیگردیم. خب کی میتواند زکات دهد؟ یعنی کی صاحب زکات شد؟ کی به فقیر و مسکین و قرضدار زکاتش را دهد؟ اون شخصی که مبلغش به 85 گرم طلا برابر شده است. تاجیکی کرده بیاید گویم تقریبا چند هزار سامانی باید داشته باشد که و چند هزار یا چند صد سامانیش را به محتاجان دهد. 50 دلار کنید. حسین 85 گرم ضربی 50 طلای پست 50 دلار است. بیایید من حساب میکنم. خب 50 دلار می شود 545 سامانی تقریبا. نه 50 دلار. یک گرم طلا 50 دلار است. تقریبا 85 گرم طلا ضربی 50 دلار. خب بیایید 85 4250 دلار میشه. چقدر؟ یک بار 4050 دلار. هر کسی که همقدر مبلغ داشته باشد. مبلغ دارد یا اینکه مثلا 85 گرم طلا دارد یا 595 گرم نقره دارد مثلا، یا اینکه تجارتش مال و حالی که مثلا در دکانش است حساب کند از همین 4250 دلار که گذشت زکات میده. 5000 دلار است، 4000 دلار، از 4000 دلار 100 دلار زکات میده. این اگر زکات 1 گرم طلا رو 40 دلار حساب کنید از 4000 دلار کمتر میشه. 85 گرم ضرب 40. فهمو یک لحظه. انا همون 4000 دلار داملو 4000 دلار رو همون انسان تقریبا 6 ماه پیش یافته است. یعنی 6 ماه پیش 4000 دلار شده است. آیا وای میدهد زکات مالش رو در همین رمضان؟ 6 ماه شده باشد فرض نیست که دهد. یک سالی پوره شود بعد میدهد. لیکن اگر خواهد که حسابش ویران نشد و میخواهد در ماه رمضان دهد، اگر 6 ماه بر وقتتر دهد اجازت است. بر وقت دادن زکات اجازت است، اما از روزش گذرانیدن اجازت نیست. اگر مبادا اینکه از روزش گذرانید گناهکار میشه، قرضدار میشه. نماز است. یعنی چگونه قضایش را اجرا میکند اگر که قرضدار شد؟ قرضدار که شد زکات را میدهد ولی گناهکار باقی میماند. باید توبه کند، استغفار پرسد که الله تعالی گناه او را بخشد. حق کمبغل را دیر داد. اون زکات حق کمبغل است، او حق شما نیست. اگر زکات در داخل کدام پول باقی بماند مالهای باقی مانده را هم ویران میکند. خیلی یک میوه که مثلا ویران شده است در بین میوه های صحت اگر گذارید دیگر میوه های هم ویران میکند. مال زکات اگر در بین مال تازه باقی بماند آن مال ها را هم ویران میکنه، نیست و نابود میشه. بنابراین زکات را در وقتش از آن خلاص خوردن لازم است. داملو شخصی فاسق مثلا بعداً مسلمان شد، یعنی بعداً یعنی که در تجربه مسلمان شد، مؤمن شد، در گذشته داشت مثلا این گونه کمبودی ها. خب وای چگونه باید اصلاح شود؟ چگونه باید اصلاح کند؟ اگر مسلمانی فاسق باشد، مسلمان بود و زکات نمیداد، عرق می نوشید مثلا، این آدم مسلمان بود لیکن گناه های کبیره را اجرا میکرد، از جمله زکات هم نمیداد، این هر سالی که زکات بر ذمه‌اش فرض بود و نمیداد اون قرض از در ذمه‌اش میدهد. لیکن اگر تا همین روز کافر بود غیر از اینکه زکات نمیداد با دیگر عملهای کفر داشت، مثلا به الله تعالی ایمان آورد یا به جنت ایمان نداشت یا به دوزخ ایمان نداشت یا به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان نداشت، از مسلمانی مثلا زبانی من مسلمان میگفتو لیکن بعضی رکنهای اسلام انکار میکرد، مثلا اگر کافر باشد ولی اسلام یجب ما قبل، روزی که کلمه گردانید تمام گناهاش بخشیده میشه. یعنی زکات از لحظه ایمان آوردنش به بعد میدهد. اگر مسلمان باشد تا اون روزی که توبه کرد مسلمان باشد قضایی قرضهای زکاتش را میدهد، سالهای پیش را میدهد، حساب میکند میدهد. بله، یعنی در تجربه اگر گیریم بسیار مردم بوی هستند
و شاید اکثر از آنها شاید چنانکه گفته گذاشتیم فاسق هستند. زکات میگویند و از مالشان مثلا صدها خانه های فروشی دارند و از آن صدها خانه ها زکات گفته بسیار پول ناچیز میدن، مثلا 100 سامان به یگان کمبغل میدن و گویا که اثرشان زکاتشان ساقط شد. آیا همین درست است؟ نه، این زکات نه. زکات مالی مخصوص است، مالی مخصوص. این از پیش خدا 100 سامان 20 سامان نمیبره. الله تعالی دونیم فایز واجب کرده است به پول نقد و به مالهای تجارتی. مثلا ما زکات گوسفند و گاو و شتر دیگر از ما بیان کرده هستیم علاوه. زکات میوه ها عشر است، یعنی از 10 یا که نصف عشر، یعنی که از 21 اون زکات علاوه است. لیکن اساسا اکثری مال مردم پول نقد و مالهای تجاری هست، مالهایی که به تجارت گذاشته شده است. بنابراین از اینها از همه زکات کم 2.5% است. در یک سال یک مراتبه 2.5% زکات میدهند. اگر نقد باشد حساب کرده میدهند. پای برو داده باشد سالهای پیشین را هم قرض در ذمه‌اش باقی میماند. خب بعضی ها سوال میدهند، میگویند که ما در خارجه هستیم، خواه در روسیه یا در اروپا باشند، میتوانند زکات مالشان را انتقال دهند به جاهایی که نیاز دارند، مثلا به تاجیکستان یا اینکه به افغانستان، به آنهایی که فقیر و مسکین یا اینکه قرضدار هستند. بله. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه یجب صرف الی اصناف ثمانیه این کانوا موجودین. واجب است که زکات را به همین 8 گروه تقسیم کرده شد اگر باشند، و الا صرفت الی الموجود منه. اگر نباشند، مثلا یک طایفه هست خلاص از این 8 گروه یک گروهشون است و همونها داده میشه. اگر نباشد در همین کشور و نقلها الی حیث یوجدون، واجب است که نقل کرده شود زکات به هر کجایی که آنها وجود دارند. مثلا در امریکا زکاتگیرها کم باشند، انتقال دهند به تاجیکستان یا به فقرای مسلمان های مثلا که در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند. مثلا همین خیل از این کشور به این کشور نقل کردن زکات اجازت است، محتاج در کدام کشور باشد. تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم، از بایهای مسلمان ها گرفته به کمبغل های آنها داده میشد در کجایی که نباشند. خب بیایید، یک سوال آمده است اینجا از جانب تماشابین ما، اینجا سوال میدهند. خب بعد یک چیز روشن کنیم که بعضی انسان های هستند که اگرچه همین 8 گروه به داخل شوند هم به آنها زکات داده نمیشد. آنها را هم باید بیان کنیم در همین موضوع. مناسب است که بیان کنیم تا اینکه فکر نکنند که من به همین 8 گروه میدرایم زکات میگیرم گفته. ولی چگونه این خیلی خب، یعنی که سوال هست و باز جوابش نافهمو است. یعنی چگونه چنین میشود داملا؟ به همون 8 نفر داخل میشود اما به وای داده نمیشود. چگونه چنین میشود؟ در این یک باب علاوه ماندگی در کتاب‌های فقه میگویی شخصیتایی که به آنها زکات دادن ممکن نیست اگرچه آنها فقیر، مسکین، قرضدار هستند. یعنی به همین 8 گروه داخل میشوند ولی زکات داده نمیشد به آنها. یعنی اگر غیر مسلمان باشند یا اینکه برای چی به آنها داده نمیشود؟ به اجماع علما داده نمیشد. به اجماع علما به کافر زکات داده نمیشد اگرچه همین 8 صفت یافت شود. اما فاسق باشد، مثلا در نزد جمهور علما تارک الصلات فاسق است، مرتکب کبیره است. در مذهب امام بخاری و امام احمد و بعضی از اهل ظاهر محدثان خارج از اسلام است. لیکن اگر به قول مثلا امام ابو حنیفه، مالک و شافعی اگر فاسق گویم هم، بعضی علما چخیلی که من در اختیارات صحیفه 103 در مختصر فتاوا صحیفه 275 آمده است که گفتند که لا ينبغي ان تعطى الزکات لمن لا يستعين به على طاعت الله. زکات داده نمیشد به آن شخصی که با زکات به طاعت الله تعالی استفاده نمیبرد. یعنی زکاتی که گرفته میخورد به طاعت صرف نمیکنه، به گناه صرف میکنه. فإن الله فرضها معونة على طاعت الله تعالی. زکات را فرض گردانید تا اینکه به طاعت الله تعالی یاری شود.
لمن يحتاج إليها من المؤمنين. آن شخصیت های هستند که باشند که از مؤمن ها محتاج هستند به زکات. مؤمن کالفقراء والغارمین، مانند فقرا، مانند قرضدارها. ولمن یعاونون المؤمنین، و این چون زکات به آن آدم های داده میشد که به مؤمن ها یاری میدهند، مانند عاملین علیها، زکات را جمع میکنند میدهند، مانند طالب علم ها که به مردم خدمت میکنند. مثلا فمن لا یصلی من اهل الحاجات لا یعطى شیئا، گفتن که من نص آوردم فمن لا یصلی، کسی که نماز نمیخواند از اهل حاجات، فقیر هست، مسکین هست، قرضدار است، لیکن نماز نمیخواند، لا یعطى شیئا، چیزی از زکات داده نمیشد، یک درهم هم داده نمیشد، حتی یتوب، تا آن دمی که توبه نکند، و یلتزم باداء الصلاة فی اوقاتها، تا نماز در وقتهاش نخواند، به این آدم زکات داده نمیشد. در کتاب اینچنین در مستدرک به فتاوا صفحه 131 آمده است. یعنی یک قسمی که زکات داده نمیشد، فاسق ها از جمله بینمازها، برای اینها زکات داده نمیشد. یا آدمی که بیگزار نمازخوان است و طعنه به دین میزند، طعنه به ریش میزند، طعنه به حجاب میزند، مثلا طعنه به مسجد میزند، طعنه به شریعت، به یک جای شریعت طعنه میزند، مثلا با اونها زکات داده نمیشه. امروز این گونه مردم خیلی زیاد شده است داملا، شما خودمان شاهد هستیم، همه میدونند و زکات را بسیاری آنهایی که دارا هستند برایشان روان میکنند و واقعا من مسلمان میگویند، من ایمان آورده ام میگویند، اما نماز نمیخوانند یا اینکه نماز را به تأخیر میگذارند و نماز گویا به قول خودشان نماز قضا میخوانند. این گونه اشخاص بسیار است. یعنی خلاصه آن شخصی که به طاعت الله تعالی صرف نمی کند قوت زکات را به آنها داده نمیشه. دوم گروه شخصیت هایی که اگرچه 8 صفت در آنها یافت شودم به آنها ما زکات نمیدهیم، که ها هستند؟ اینها بنی هاشم و فرزندان هاشم داده نمیشد. هاشم این یکی از باباهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نامشان محمد است، نام پدرشان عبدالله است، نام باباشان عبدالمطلب، نام بابا کلانشان هاشم. هر کسی که فرزند هاشم باشد، یعنی نسبش رفته به هاشم رسد، به آنها زکات داده نمیشد. و یدخل فیهم آل عباس، و اینها می‌دارد آل عباس، کسی که رفته به عمه پیامبر عباس نسبش میرسد. آل علی، کسی که رفته نسبش به حضرت علی میرسد، به طریق حسن، حسین، فاطمه، علی رسید. مثلا حسن، حسین فرزند علی هست. اگر اینها به فکرم امروز وجود ندارند داملا، وجود دارند. ایشان ها، توره ها، هر یک آدمی که در تاجیکستان، در تمام دنیا خیشی پیغمبر دعوا میکنه، به آنها زکات داده نمیشد، اگرچه آنها فقیر و مسکین و قرضدار باشند. و آل جعفر و آل عقیل و آل حارث ابن عبدالمطلب و آل ابی لهب، اما که پیامبر صلی الله علیه و ابی لهب کافر، اگر کسی که نسبش به ابو لهب رسیدن، به آنها صدقه داده نمیشد زکات. مراد چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد، این صدقه به خویشاوندان محمد صلی الله علیه و سلم داده نمیشود. این حدیث در صحیح مسلم است و در سنن ابو داود با سند صحیح آمده است که و انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، زکات حلال نیست به محمد و به خویشاوندان محمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات را میگرفتند لیکن نمیخوردند، میدادند به دیگران تقسیم میکردند، با هم میگرفتند و به سزاوارانش میدادند. یعنی اگر کسی خیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، مثلا ایشان ها و تورا ها اکثریتش دعوا دارد که ما خیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویم، اون باید زکات نگیرن اگرچه محتاج باشند. یعنی اما تورا های و ایشانی که شما گفتید اونها دعوا دارند که نزدیک هستند به نسبی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به آنها هرچندی که آنها فقیر باشند داده نمیشود. خب فهمو داملا، اینجا یک نفر
که سوال دادند ما در افری مستقیم قرار داریم و تماشابینان شما نیز دایر به زکات اگر سوال داشته باشید سوالاتان رو کوتاه‌تر نوشته کنید. ساربان اینجا برای ما نوشته کردند که از پولی که حلال نیست 2.5 میلیون هم به واسطه ریبا و پرسنت و همینقدر پول جمع کردند و پرسیدند که آیا زکات از این پول دهیم یا نه و یا چگونه باید که حل کنند این گونه مشکلی را. این مشکلی است. میلیون پول همش پول حرام باشد از وی نه فقط زکات و یا پوره خلاص خوردنشان لازم است، همش رو صدقه کردنشان در کار است به آن جاهایی که به منفعت عمومی مسلمان ها باشد خیر کرده میشد، از آن خلاص خورده میشد. یعنی که زکات الله تعالی میگه که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، از پول حرام نفقه کردن را عزم نکنید، قصد نکنید، نیت نکنید. ان الله تعالی طیب ولا یقبل الا طیبا، الله تعالی پاک است و فقط پاک را قبول میکنه. از پول حرام زکات نمیدید، در پول حرام تخلص میخورید، یعنی اعضای پول خلاص میخورید. اگر این 2.5 میلیون فرض کردیم که همش پول حرام باشد، همش باید از بهرش برآید. به این نه زکات پول میدهند، همش رو 100% از وی خلاص میخورند. اگر در داخلش پول حلال باشد، گویا پول حلال در داخلش باشد، چیکار کند؟ پول حلالش را جدا کند، جدا کرده پول حرامش را خلاص خورد، از پول حلالش زکات دهد. والله تعالی اعلم. الله جزای خیرتان دهد و امید میکنیم، دعا میکنیم که الله تعالی نگه دارد از همین گونه جنگ کردن با الله و یا که جنگ اعلان کردن با ریبا گرفتن و الله تعالی در پناه نگه دارد. و خب تنها دایر به زکات اگر سوال داشته باشید تماشابینان عزیز شما میتوانید زیر چت نوشته کنید، تنها دایر به زکات. موضوع دیگر رو انشالله در برنامه های دیگر ما و شما انشالله با استادان دیده میبرایم انشالله. خب اینجا باز یک سوال دیگر دادند، اگر پول را به خانه یعنی ندویژمست بند کرده باشند چگونه از آن زکات دهند؟ اگر آن خانه یا اینکه آن مالی که عقار میگویند مال غیر منقول، یعنی به زبان تاجیکی، اگر صرف کرده باشند مرادشون استفاده باشد، مثلا خانه خریدن مقصدشون زندگی کردن باشد، زکات نیست. اگر مقصدشون فروختن آن مال در وقتی که قیمت می شود باشد، قول صحیح همین که وقتی که فروختن یک مراتبه زکات میدهند. اگر مثلا شخصی که یک زمینی کلان یا یک خانه کلان خرید است دیگه مال ندارد، بگذار قیمتش مثلا 500,000 است یا 100,000 است، وقتی که فروخت یک بار زکات میدهد. بعضی علما هر سال میگن لیکن در این کمتر به صاحب مال ظلم میشد، یک مراتبه زکات میدهد وقتی که فروخت. اما اون آدمی که تجارتش با همین است، شب و روز میفروشد، او هر سال تمام مالهایی که برای تجارت پیشنهاد کرده است همش مقدارش به نرخ فروش حساب میکنه و زکات میبرد. یعنی که اگر یک خانه داشته باشد و آن خانه را چنانه که گفتم گرفته مانده است، یعنی که خانه که در آینده برای فروش است، در آینده برای فروش باشد، فروخت زکات میدهد یک مراتبه. یعنی نفروخت زکات نمیدهد. نفروخت زکات نمیدهد، لیکن اگر با مقصدی برای فرزندانش تحفه کردن یا برای زندگی باشد زکات نیست. خیلی خوب. و یک نفر دیگر سوال دادند که اگر ما مقداری پولمان رو نمیدانیم چقدر است چگونه زکات دهیم؟ خیلی نمیدانند، حساب کنند. اگر مقدارش ندانند یک روز از سودا مغازه رو محکم میکنن، از سحری تا بگاهی حساب میکنن. اگر گویند که در یک روز مالی مرا حساب کرده نمیشد، گون 2 روز یا یک هفته یا یک ماه پول رو حساب میکنن. حتی در حدیث ها آمده است که خیلی که دو شخصی حریص، دو شخصی چشم گرسنه اگر مال همدیگر را شریکی باشد و تقسیم میکرده باشند، خیلی که هر یک نمک و گوگرد را حساب میکنن، شخصانی چشم گرسنه، شخصانی بخیل چخیل تقسیم میکنه، انا همون خیل زکات را تقسیم کنه گفتن، چون که مالی کم بغل است.
بی‌پروایی نکنند، دانه به دانه تین به تین حساب کنند. در یک سال یک مرتبه انسان باید یعنی که مال خود را بردارد، چقدر مال در سکلت دارد، چقدر پولی نقد دارد، چقدر مالش در دست مردم است، همش حساب میکند و در بعد از همش 2.5% آن را زکات میبرد. اگر کمی زیادتی کرده دهد چی دوملا مثلا مقداری پول را نمیداند و تقریبا میداند که مثلا 1 میلیون است تقریبا 1 میلیون باشد 1,100,000 حساب کند خوب است. یعنی که می شود این گونه نسبت به آنی که همه پول ها را حساب کند و یک روز مغازه‌اش را محکم کند. مقصد شاید خطا کند، شاید مثلا برنامه های هست مانند برنامه 1S او هر چیزی که در مستودع شما در سکلت شما هست نشان میدهد، در سکلت تو به $100,000 پول است میگوید مثلا، لیکن وقتی که سکلت میکنید به $50,000 پول است، او خطا میکنه، دزدی هست مثلا. برای همین بهترش حساب کتاب کند. خیلی خوب، اینجا سوال دادن درباره قرضدار. این بسیار هر سال هم می شود آن همین سوال، به همین مانند سوال. یک بار دیگر استاد عزیز، یک کس از من قرضدار است ولی دادنش نامعلوم میتیم میگوید و لیکن کی میتید نامعلوم است. آیا از همان مبلغ زکات دهم؟ نه، از آن مبلغ مثلا بعضی انسان ها نه فقط یک نفر، این خیلی انسان ها تا 1000 نفر دارند، حتی بعضیش رقم هاش نو شدگی دیگر 2 سال این آدم ندیده است. مثلا آدم هایی که تقریبا 90%، 80%، 100% همین آدم پول نمیتید، اینها به یک دفتر الهیده میکوچونید. چند مقدار پول شد مثلا به یک دفتر الهیده میمونید، حکم این مال ها به حکم مفقود است، گویا گم شده است این پول، چون وجوده که عدمه میگوید عربا، بودن این مال ها مانند نبودنش گویا که نیست. برای همین حساب و کتابش رو الهیده میکنید که اگر همین ها دادن یک مرتبه زکات میدید. مثلا یک آدم 100,000 پول آورده داد قرضشه، 10 سال این جانب نمیداد، همین سال الله تعالی انصاف داد یا اینکه انصاف داشت و مال نداشت آورده داد، از همین 100,000 2,500 زکاتش میبره. نمیدونم شاید با شما صحبت کرده باشم داملا، گفته بودند که یا اینکه از قرضدار میدهد یا اینکه همون نفری که پول را قرض داده است وای میدهد. تا چه اندازه اینجا دارد؟ این در صورتی که مثلا یک آدم از شما برای تجارتش قرض گرفت $10,000 مثلا، این $10,000 زکاتش یا شما یا اون کس باید دهید. این دیگر چیز از اون قرض گرفته است دیگر نیست و نابود شده است یا نمیتید یا داده نمیتوند و مفلس شده است، بانکرات شده است، یعنی که نیست اون پول، او دیگر مسئله است نیست. برای همین قول صحیح و عادل ترین قول این است که وقتی که پول برگردان یک مرتبه از همون مبلغی به دست آمده زکات داده میشه. اما مالی شما به قرض دادید به یک آدم بدی 2 ماه باید گشته دهد، از وی زکات میدهید و حساب کنید و در پول شما حساب میشه. اگر 100% باوری دارید که هم آدم میدهد یا 80% باوری دارید که هم آدم میدهد، از وی زکات میدهید. خیلی خوب، و من فکر میکنم که ما باز برمیگردیم چون موضوع وسیع است، سحری نزدیک شد در جای ما. در آخر داملا، من اینجا میبینم که چتی ما بنیاد فعال است و یکی از تماشابین ما بیاید نامشان ها نگیریم، اما اینجا نوشته کردند که 6 سال می شود که خب با بعضی کارهایی که حرام است یعنی با ریبا پول کار میکنند و خودشان با خودشان را گفتند که خدا ما رو ببخشد. پند و نصیحت شما به این برادری ما چیست و چی گفتنی دارید شما؟ چون فقط با همین راه مبلغ کار میکنند و اما الحمدلله برنامه های ما را تماشا میکنند، گوش میکنند. نصیحت شما؟ ریبا یکی از بزرگترین گناه ها هست. 7 گناه کبیره هست، یکی آنها ریبا هست و الله تعالی گفت که کسی که اگر از ریبا خوری باز نیستد جنگ اعلام کند با الله، یعنی به جنگ آمادگی خویش را ببیند و کسی که با الله تعالی جنگ اعلام کند انیق که مغلوب میشه.
جنگ کند مغلوب میشه. بنابراین این بسیار اسلوبی وزنین است، تحدی است و بنده نمیداند که کی وفات میکند. شاید امشب وفات میکند، شاید سحر وفات میکند. همه این مبلغ ها فردا عذاب علیم میشد برایش، عذاب علم آور میشد. این مبلغ ها در دوش دیگرها میماند، لیکن گناه را این گرفته است. برای همین انسان یک سوم داشته باشد و مال حلال داشته باشد، یک بریده نان داشته باشد و از راه حلال باشد، قانع. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین نعمتی که بنده داده شده از این قناعت است. به یک برده نان قناعت کرده تواند. از حرام اگر شما باز ایستید الله تعالی عوضی نیک میدهد. مالتون هم زیاد میشد و با از راه حلال میشد. شما اگر 1 میلیون پول حرام داشته باشید، شما از وی اگر خلاصی جوید از ریبا باز ایستید، الله تعالی 10 میلیون میدهد. یعنی زیاده از این با حلال است. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی به خاطر الله یک کاری را ترک کند، الله تعالی عوضی نیک میدهد. بنابراین از حاضر توبه کنید و از ریبا خوردن و ریبا دادن باز ایستاده مال اصلی خود را از مال ریبا جدا کنید و مال ریبا را خیر کنید و از آن صاف شوید و با مال پاکی که دارید با آن تجارتی نو شروع کنید، با مال حلال. با تجارت به آنهایی که فکر میکنند که تنها کارفرمایشان ریزقشان را میدهد، شما چی نصیحت میکنید؟ رزق در دست الله سبحانه و تعالی است. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله سبحانه و تعالی میگوید که یگان چارپای نیست در روی زمین مگر رزقی وی بر ذمه الله است. حضرت سلیمان علیه السلام یک ملک داده شدن که کسی داده نشده بود و تا قیامت داده هم نمیشد. رب هب لی و هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی. برای من ملک عطا کن که بعد من به کسی نداده باشید. الله تعالی شمال را مسخر کرد و علمنا منطق الطیر. با پرنده های با حیوانات ها نطق آنها را داده شده. جین ها در اطاعت ایشان بود. ملکی که سلیمان علیه السلام داده شده کسی داده نشد. لیکن یک روایت است که یک روز خواستیم که تمام مخلوقات را سلیمان علیه السلام رزق دهند، فقط به یک روز. و تا نصف روز نشده تمام ماهی های بحر از آب برآمده آواز می برآوردند از گرسنگی. ببینید زمین از 4 یک حصه زمین است، کره زمین از 3 حصهش آب است و در داخل آب چقدر حیوان ها، ماهی ها هست که همه رزق آنها را الله تعالی میدهد. اگر یک میلیاردر دنیا اگر یک خوراک سحری به تمام 8 میلیارد آدم اگر دهد، مبلغش تمام میشه. یک خوراک سحری فقط مبلغش تمام میشه. الله نه فقط انسان ها، جین ها و آن مخلوقات هایی که در آسمان است مانند پرنده ها و در زیر زمین است، در آب است، همه آنها را الله سبحانه و تعالی رزق میده. و از روزی که زمین و آسمان را آفریده است تا امروز چقدر خیرات کرد الله تعالی. بنا تا قیامت چقدر خیر میکنه. یعنی باید که انسان یقین داشته باشد که رزقش را الله تعالی میدهد و بله، رزاق است، رزق دهنده و بسیار رزق دهنده است. به این صفت الله تعالی، به این نام الله تعالی بنده مؤمن ایمان داشته باشد. بله، و دعا میکنیم که ما و آن برادرانی که اینجا این لحظه ها ما را تماشا میکنند، الله در پناهش نگه دارد از آن پولهای حرامی که به واسطه آن پول کار میکنند و بسیاریش بعضی چیزها، خب اکثر آن بازی ها و آن ریباهایی که اینجا نوشته میکنند شاید اهل علم هم با خبر نباشند و این را باید آموخت و بعد از آن جواب میگویند. انشاءالله 1 دقیقه یک مسئله رو بیان میکنیم به شخصیت هایی که به 8 گروه داخل میشن. فقیر هستند، مسکین هستند یا قرضدار هستند، لیکن به آنها زکات داده نمیشد. اینها کی است؟ پدرها و باباها و مادرها و مادرکلانها. یعنی انسان زکات دهنده
زکاتش رو به پدرش نمیدهد اگرچه فقیر باشد، به بابا کلانش و اینچنین به فرزندش و به فرزندان فرزندانش نبیره ابیرهاش زکات نمیدهد. اینچنین به یک زن زکات داده نمیشد که شوهر دارد، شوهرش یعنی که گیرنده زکات نیست، شخصی به حاجت است و شوهرش به همسرش نفقه میکند. نفقه زن اصلا بر ذمه شوهر است و این زن هیچی ندارد، ولی این زن میشود گفت فقیر، میشود گفت مسکین. خودش شخصا همین زن هیچ چیزی ندارد، لیکن شوهرش برای نفقه میکنند. ما به این زن زکات نمیدهیم و اینچنین انسان به زن خودش هم زکات نمیدهد، برای اینکه نفقه وی بر ذمه خود انسان است. این یک نوعی گریختن از زکات است. این زن من فقیر است، چیزی ندارد، مسکین است، این نه درآمد دارد نه برآمد دارد، ولی درآمد ندارد، به همسرش زکات نمیدهد. یعنی اگرچه اینا فقیر باشن، مسکین باشن، هم نفقه اینها بر ذمه دیگر شخص است، بنابراین به اینها زکات داده نمیشه. الله اعلم و صلی الله و سلم علی محمد. دامولا یک دقیقه دیگر شما چند قبیل نزدیک ها را گفته گذاشتید و مثلا اگر شخصی نزدیک اپا و خواهر باشد یا دادر باشد و قرضدار باشد مثلا از برادرش، با خواهر و قرضش سوال این خیلی که قرضش را صاف کرده میتواند به جای یعنی زکاتش، اگر این نزدیک است یعنی که اپا و خواهر و دادر باشد، مثلا قرض داده باشد خودش، یکی از دادرش قرض داده است برای اپاش یا اینکه برای برادری دیگرش و آن قرض را میتوانم که زکات گفته صاف کنم. سوال دادم این در نزد جمهور علما جایز نیست، یعنی بخشیدنی قرض به زکات. مثلا شما از من قرضدار هستید، من میگم که همون قرض بخشیدن به زکات در نزد اکثر علما جایز نیست، برای اینکه یک نوع گریختن از زکات است و یک نوع صاف شدن از همین خیل قرضدارایی که پول نمیدهند. برای این الله تعالی مکافات الهی اعلام کرده است. لیکن یک حادثه عین باشد، انسان میتواند از یک اهل علم فتوا پرسد. یعنی که خواهر و دادر مثل پدر و بابای داخل نمیشود، مادر و داخل نمیشود. برای آنها مرحمت این زکاتی من از خواهرم بگیر یا برادرم بگیر گفته زکات داده میشود، لیکن پدر به فرزنداش داده نمیتواند و فرزند هم به پدرش نمیتواند. فهم شد. داملا تشکر زیاد میگم برای شما و انشالله باز روزهای نزدیک در برنامه‌های دیگر با شما با میخوریم. و تماشابینان گرامی، آنهایی که این لحظه ها سوالهای خودتان را به ما دادید، از شما عذر و معذرت میخواهیم که به همه سوالهای شما شاید جواب گفته نتوانستیم. خب انشاءالله ما باز برمیگردیم روزهای نزدیک تماشابینان عزیز و سوالهای خودتان را پیشکی ما اعلان میکنیم در کدام موضوع میشود و پیشکی انشاءالله شما سوالهای خودتان را نوشته میکنید در چت ما یا اینکه در واتساپ یا تلگرامی که ما اعلان کرده ایم در آن نوشته میکنید. انشاءالله با بعضی از آنها جواب خواهیم گفت. تشکر زیاد میگم برای هر یک شما که ما را برنامه ما را همراهی کردید. با شبکه قرآن دستورآمد انسان باشید. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.